در روزهای اخیر انتشار ویدیویی خصوصی از سعید کریمی، کاپیتان تیم فوتبال ملوان بندرانزلی، به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات رسانه‌ای کشور تبدیل شد. این ویدیو بخشی از مراسم شخصی و پیش از ازدواج اون با همسرش بود که بدون رضایت اون و به صورت غیرقانونی توی فضای مجازی منتشر شد. در میان واکنش‌ها رسول مهربانی مجری ورزشی صدا و سیما با لحنی تحقیرآمیز به این ویدیو پرداخت و از تریبون خود برای صدور حکم اخلاقی و شخصی استفاده کرد. اون در برنامه خودش گفت به تازگی فیلمی منتشر شده از سعید کریمی، کاپیتان تیم فوتبال ملوان بندرانزلی. درود دوستان، به کانال بیوگرافیس خوش اومدید. اگر هنوز عضو کانال ما نیستید، لطفاً با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله از پایین همین ویدیو به زودی از جدیدترین ویدیوهای ما آگاه بشید. در میان واکنش‌ها رسول مهربانی مجری ورزشی صدا و سیما با لحنی تحقیرآمیز به این ویدیو پرداخت و از تریبون خود برای صدور حکم اخلاقی و شخصیش استفاده کرد. اون توی برنامه‌اش گفت: اگر بخوام در رابطه با جزئیات این فیلم صحبت کنم نمیتونم، چون عیبه، چون خونواده نشسته، چون بی‌حیاییه، چون زشته. یعنی شما هر آنچه که فکر کنید داخل این ویدیو هست. حدش کجاست بی‌حیایی؟ حدش کجاست قانون شکنی؟ مگه زمین فوتبال حرمت نداره؟ مگه ورزشگاه حرمت نداره؟ اونجا مگه محل ورزش نیست؟ چرا کارهای دیگه توش انجام میشه؟ این ویدیو رو هر کس ببینه یه چیزی توی ذهنش شکل میگیره. من خودم هنوز قفلم. همه چیز داره این ویدیو و به راحتی هم داریم از کنارش عبور میکنیم. آقای کمیته انضباطی، به داد این فوتبال، به داد این بی‌حیایی ها برس. آقای کمیته اخلاقی، به داد این قانون شکنی ها برس. این قانون شکنی توی مستطیل سبز، چیزی که منتشر شده مال خصوصیه، مال اتاق خوابه، نه مال عموم. چرا حریم ها رو ما رعایت نمی‌کنیم؟ این اظهارات با واکنش‌های گسترده و انتقادهای شدید مواجه شد و بسیاری بر این باور بودند که مهربانی از تریبون عمومی برای قضاوت شخصیش استفاده کرده و مرز میون نقد و توهین رو رعایت نکرده. مهراب قاسمخانی، نویسنده و بازیگر، توی شبکه‌های اجتماعی نوشت: اوضاع یه جوری شده که میکروفون رو توی مستراح عمومی بذاری چیزای مفیدتری میشنوی. ابوطالب، مجری جوان، با اشاره به پرسش‌های عمومی گفت: در ادامه پرسیدین که حد بی‌حیایی کجاست؟ به نظرم شما حد بی‌حیایی هستین. شقایق دهقان، بازیگر سینما و تلویزیون، هم اینجوری نوشت که حد گرونی و فقر کجاه؟ حد آلودگی هوا و بی‌آبی کجاه؟ حد ناامیدی از آینده کجاه؟ حد بی‌استعدادی و نچسبی شما کجاست اصلا؟ احلام، خواننده و چهره جوان، در واکنش به سخنان مهربانی گفت: من اول میخوام درباره این ویدیو حرف بزنم، بعد اگه تونستم برم بگیرم بخوابم. تو بی‌حیایی، کسی که معنی حیا رو نمیدونه، معنی عشق، دوست داشتن و رسیدن دو نفر به همچیه رو نمیدونه. عشق دو نفر و نشون دادن اون به بقیه باعث امید و خوشحالی میشه، اما تو کسی هستی که به خودت اجازه میدی به ورزشکار این کشور و زندگی خصوصی دیگران اینطوری نگاه کنی. تو حتی 5 دقیقه هم نمیتونی روی اون مستطیل سبز پا بذاری. بعد میگی بی‌حیا. من موندم از این که اونجا هیچ حرفی نداره و همه چیزش ناچیز به نظر میرسه. من خودم قبلا توی اون مستطیل مقدس سبز پا گذاشتم و میدونم حیا یعنی چی. حالا میخوام به تو بگم عشق و حیا یعنی چی. یعنی بعد از دیدن این ویدیو شرف، آبرو و احساس و عشق رو یاد بگیری. تو با این سطحت و با این ادبیاتت تا آخر عمرت هم هیچ چیزی یاد نمیگیری. دیگه به خودت اجازه نده که درباره هیچ کس اینطوری حرف بزنی. امیدوارم هرچه زودتر تو رو از اون صندلی بردارن. اون مستطیل سبز به خاطر عبادت مقدسه و کسی که توش پا میذاره جایگاهش معلومه. 2 تا آدم عاشق به هم رسیدن و عشقشون رو توی همون مستطیل سبز به زیباترین شکل ممکن نشون دادن. اتفاقا تو باعث شدی که من این ویدیو رو ببینم، چون حس خوبی بهم داد و امیدوارم اونها 1000 سال خوشبخت کنار هم زندگی کنن. از طرف خودت حرف بزن، از طرف مردم حرف نزن. اونجا جای تو نیست. پاسکاری و هد زدن تو زمین فوتبال کار تو نیست. موندم از این که اونجا صاحب نداره، اونجا در پیکر نداره. موندم که تو رو اونجا گذاشته سر کار. کدوم کارا جاش توی اتاق خوابه؟ پاسکاری، هد زدن، این کارا جاشون توی اتاق خوابه؟ اگه تو اتاق خوابت این کارا رو میکنی، پس چرا اینقدر وزنت زیاده؟ چون باید کالری زیادی بسوزونی. ما نمیدونیم که شما چجوری زندگی میکنین. ولی این زندگی عادی 2 تا آدم عاشقه. دیگه یادت باشه تو کار دیگران دخالت نکن. آقای کمیته انضباطی، ایشونو به صورت محترمانه،
نه محترمانه نه، به صورت نامحترمانه از اونجا بندازینش بیرون، چون داره کاری رو انجام میده که اصلا توی تخصصش نیست. ایشون حق نداره در مورد ورزشکار ما، هموطن ما حرف بزنه و در مورد همسر ایشون. آقای مجری، امیدوارم که موفق نباشی و البته که نیستی. واکنش هنرمندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه داشت. اهلام بار دیگه تاکید کرد بی حیا تویی که به خودت اجازه میدی به ورزشکار این مملکت و زندگی خصوصی دیگران اینجوری نگاه کنی. شما باعث میشی که افراد دیگه‌ای هم بدون درک ارزش حریم خصوصی جسارت کنند. ماجرای اخیر نه تنها یک چالش رسانه‌ای و اخلاقی بود، بلکه یادآوری مهمی از ضرورت رعایت حریم خصوصی و مسئولیت اجتماعی در فضای عمومی و رسانه‌ای. انتشار غیرقانونی ویدیوها و واکنش‌های متقابل نشون داد که هر گونه قضاوت و اظهار نظر بدون رعایت اصول اخلاقی میتونه آسیب‌های جدی به افراد وارد کنه و اعتماد عمومی به رسانه‌ها را خدشه‌دار کنه. واکنش‌های مهراب قاسمخانی، ابوطالب، شقایق دهقان و اهلام نمونه‌هایی از صدای اخلاق‌مدار و انسانی هستند که یادآور میشن احترام به حریم خصوصی، حفظ شرافت و رعایت مرزهای اخلاقی پایه اعتماد و همزیستی سالم توی جامعه هستند. این اتفاق بار دیگه تاکید میکنه که رسانه و چهره‌های عمومی نه صرفاً حق اظهار نظر دارن، بلکه مسئولیت اخلاقی هم بر دوششون هست. مسئولیتی که میتونه فرهنگ احترام، حیا و انسان دوستی رو تقویت کنه. در نهایت این ماجرا یک پیام روشن داره. حریم خصوصی، شرافت انسانی و عشق و احترام به دیگران باید در صدر همه واکنش‌ها و قضاوت‌ها قرار بگیره، حتی در دنیای پرهیاهوی رسانه امروزی. دوستان، لطفاً شما هم نظراتتون رو در رابطه با نظرهای رسول مهربانی و واکنش‌هایی که برانگیخت با ما توی کامنت ها در میون بذارید. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. سپاس و بدرود.